در مسابقه های گشتین نوروزی امسال در ولایت ختلان همراه دختر 15 ساله که از دهه کدوچی نویه ووسه به حیرت گذاشت. مدینه رستم که در این مسابقه ها همه رقیبان خود را که پسران بودند به پشت خواباند و جایزه های زیاد به دست آورد. مدینه آرزو دارد که در آینده از نام تاجیکستان در بازی های المپی هنرنمایی کند و چمپیون شود. بلال شمس خبرنگار آسیا پلیوس در منطقه کولاب در یک مطلب مفصل از مدینه رستم چهره‌گشایی کرده است. او می نویسد مدینه فرزند رستم قربانوف یک ساکن دهه کدوچی نویه ووسه است که دانشکده تربیت جسمانی را ختم کرده از روی اختصاص مربی گشتین است، ولی با تقاضای روزگار حالا به قصابی مشغول بوده است. او 6 فرزند دارد. مدینه از خردی به ورزش شوق داشت. رستم قربانوف 48 ساله که در وقتش خودش هم گشتینگیری میکرد میگوید از بس که نتوانست آرزوی به ورزش بخشیدن زندگیش را جامعه عمل بپوشاند، پسرش بزرگبای را به ورزش تشویق کرد. بزرگبای برای عملی ساختن آرزوی پدر از سن 15 به گشتین جودو مشغول شد و هر روز به دهه همسایه برای مشق میرفت. مدینه هم که اون وقت در صنف دوم میخوند از اکش خواهش میکرد که او را هم هر روز با خود به مشق گشتین برد. بزرگبای خواهرش را هر روز در پشت ولسپیدش سوار کرده به مشق میبرد، ولی این به مادر آنها خوش نآمد و بزرگبای را از بردن مدینه به تالار گشتین منع کرد. با این وجود مدینه پای پیاده هر روز از خانه میگریخت و از قفای اکش پای پیاده چند کیلومتر راه را طی کرده به تالار مشق واقع در دهه همسایه میرفت تا از یگان مشق گشتین قفا نماند. مادرش به این سبب چندین بار مدینه را سرزنش کرد که گشتین کار دختر نیست و در یک تالار با پسران مشق کردن دختر خوب نیست، ولی پدرش در لابلای این جنگ و سرزنش ها از دخترش حمایت کرد. وقتی من چنین شفق او را به ورزش دیدم از همسرم خواهش کردم که به او خلل نرساند و آرزوهایش را نشکند. من میدیدم که مدینه چقدر به گشتین مهر بسته است. نقل میکند پدر مدینه رستم قربانوف در ابتدا مدینه در تالار ورزش یگانه دختری بود که تحت رهبری مربی محمدالله غلاموف مشق گشتین میکرد. حالا بعد پیروزی های مدینه صف دختران گشتینگیر در کوچه به 8 نفر رسیده است. رستم میگوید اولین بار خبر پیروزی مدینه بر پسران را دوستانم به من رسانیدند. من چنین خرسند شدم که همه را به خانه دعوت کرده ضیافت دادم. مدینه سال 2017 در مسابقه گشتین به شرف پهلوان زاده کدوچی محمد رسولوف 11 پسر را به پشت خواباند و پیروز شد. رئیس نویه ووسه موسی ظریف از هنر این دختر پهلوان چنان به وجد آمد که 2 قالین و 5000 سومانی تحفه‌اش کرد. مدینه میگوید اولین جایزه‌اش را با مصلحت پدرش به مادرش داد. گفتم که اوچه جان این اولین حق زحمت من. مادرم البته اشک شادی ریخت و گفت دیگر هیچگاه مانع مشق گشتینگیری کردن من نمی شود. مدینه همین طور در مسابقه نویوی همچنین در مسابقه های جمهوریوی به شرف چمپیون جهان سید مومن رحیموف در جام به نام خدای نظر بوقیف جای اول را به دست آورده سال 2021 در جام عمران چمپیون جمهوری شد. مدینه حالا در شهر کولاب تحت رهبری مربی بیروز نظریف مشق میکند و هر روز از دهه کدوچی برای مشق به شهر می رود. در مسابقه های گشتین سال 2022 مدینه بار دیگر همه را به وجد آورد. او در دهه پوشنگ 6 پسر را به پشت خوابانید. بنا به نقل پدرش وقتی مدینه 5 رقیبش را مغلوب کرد تشکیل کننده مسابقه گفت اگر ششمش را هم بیفتاند بغیر از جایزه های مقرر شده یک اسب هم تحفه خواهد گرفت. مدینه الکی در دور دوم رقیبش را به پشت خواباند و اسب را حلال کرد. همین طور در مسابقه گشتینگیری در مرکز نویه دنگره با تلویزور و قالین و از باختر با چندین تحفه دیگر قیمت‌بها برگشت. به حساب راوی مسابقه باختر مدینه در یک هفته گشتین‌های نوروزی به مبلغ 38000 سومانی تحفه به دست آورده است. پدرش میگوید خواهر مدینه هم به گشتین شوق پیدا کرده است، ولی مادرشان 2 پای در یک موزه انداخته گفته است که در یک عائله یک دختر گشتینگیر بس است. مدینه باشد آرزو دارد که در آینده به المپیاد راه یافته چمپیون المپی شود.